خب موضوع ما امروز یکی از اون موضوعهای بسیار اساسی در امر زندگی مشترک هست که باید جدیش گرفت. برعکس اینکه خیلی‌ها فکر میکنن دوران نامزدی دورانیه که باید بیرون برن و گل شیرینی رد و بدل بشه و هدیه بخرن و هدیه بگیرن و از این چیزها. اتفاقا دوران نامزدی فرایندی هست که شاید بشه شناخت خیلی از سالهای زندگی رو همون اول کسب کرد در همون دوره نامزدی، به شرط ها و شروط ها که آقای دکتر هومن نامور روانشناس و استاد دانشگاه امروز در استودیو حضور دارم و برای شما خواهند گفت. سلام، خوش آمدید. سلام به شما و سلام به همه مردم عزیز ایران. تو در جان منی من غم ندارم، تو ایمان منی من کم ندارم. آقای دکتر نامور، اصلا بهتر نیست از خود نامزدی شروع کنیم؟ این نامزدی چیه و اگر ما این نامزدی رو به عنوان یک دوره دیگه 100% قطعی حساب بکنیم، نمیتونیم دیگه بگیم خب حالا بعدش طرف ممکنه بذاره بره، مگر اینکه مفهوم نامزدی رو نفهمیده باشیم، نشناخته باشیم. درسته. خب تحت ذهنیت پیش از این، منظورم پیش از این مثلا 25 سال 30 سال پیش از این، نامزدی همون دوران عقد محسوب میشد. یعنی بله. زمانی که شما عقد میکردی تا پیش از این که ازدواج بکنید بهش گفتن نامزدی. این دوران نامزدی یعنی شما در این هیته اجازه دارید طرف مقابلتان را بشناسید. حالا اگر تو این دوران مثلا مثل همین عزیزی که الان داشتن صحبت میکردن مثلا آشنا بوده باشد، مثلا دختر خاله‌ای، پسر عمویی، چیزی باشه، خب این مثلا دوران کوتاه‌تر میشه و به اتفاقات دیگه‌ای پرداخته میشه. امروز که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم قریب به یه چیزی نزدیک به 10 سالی هست، حالا کمتر بیشتر در بعضی از خانواده‌ها کمتر بیشتر، و الان خوشبختانه میبینم که با این فرهنگ سازی که در حال حاضر صورت گرفته دوران نامزدی جای خودش رو پیدا کرده. یعنی پیش از دوران عقد ما ببینیم ما 3 جور عقد داریم خانم عباس. یه عقد قانونی داریم که ثبت میشه در اداره ثبت احوال. یه عقد اجتماعی داریم که بهش میگیم مراسم عروسی، حالا ازدواج یا هر چیزی که شما میگید، دامادی یا هر چیزی که هست. و یه عقد شرعی داریم، اونم زمانیه که در واقع شرعاً حالا در هر کشوری بنا به مقتضیات خودش در واقع عقد شرعی خوانده میشود. اینجا توسط در واقع روحانی، اونور دنیا توسط یک در واقع روحانی مثلا در ادیان دیگه خوانده میشه. پس این ما 3 جور عقد داریم. دوران نامزدی هیچ کدوم از این عقدها اتفاق نمیفته. توجه میکنی؟ به همین خاطر میزان مسئولیتی که نسبت به اون عقدی که هر کدوم از این 3 نوع عقدی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم داریم ما در اون شرایط، اینجا این میزان رو نداریم. نامزدی دورانی پیش از عقد است که خانواده ها، این خیلی مهمه که عرض میکنم خدمتتون. بعضیا فکر میکنن خدایی نکرده منظورمون وقتی داریم در مورد دوران نامزدی صحبت میکنیم مثلا در مورد دوران دوستی صحبت میکنیم، مثلا دوستی هایی که پیش از ازدواج رخ میده. نه، به هیچ عنوان اون اصلا فاکتور گرفته میشه. دوران نامزدی دوران نیست که شما خانواده ها در جریان کامل هستن و شما اجازه حضور و عدم حضور در خانواده دارید. که عدم حضور عرض میکنم خدمتتون یعنی که شما اجازه دارید با دختر خانم یا آقا پسر بروید بیرون و دور بزنید تا بیشتر اخلاق همدیگه رو. این کارکرد داره خانم عباس، یه کارکردی برای خودش داره. شما اینجا رفتار جنسی به هیچ عنوان نباید داشته باشید در دوران نامزدی. در واقع رفتارهای عاطفی نباید داشته باشید به هیچ عنوان. در واقع بعد از عقد این اتفاقات میفته. یه عدد بدم برامون که متوجه خودم میخوام دوباره برام متوجه بشم که منظور از دوران نامزدی چقدر زمان میبره بعد از اینکه خانواده ها میان و میشینن و صحبت اولیه میکنن و فلان و اینها که قبلا بهشون گفتم بله برون، یعنی یه بله میگرفتن، یه بله میدادن، یه نشانی میگرفتن، نشانی اجازه میدادن که بره. این دوران زیر 6 ماه نباید باشه و بیشتر از 1 سال هم نباید باشه. پس این 2 تا عددی مهمیه که عرض میکنم. زیر 6 ماه اصلا میزانی از شناخت اتفاق نمیفته که ما بخوایم بگیم که اصلا شکل گرفت این رابطه، من دیگه دوستش دارم بریم دیگه الان عقد بکنیم و بریم بعدش ازدواج بکنیم. عزیزم خیلی سریعه برای این رفتار و بالای 1 سال متاسفانه، حالا آسیباش همین چیزایی که میشه که الان میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم، بالای 1 سال شک نکنید که به یک اشتباهی، به یک خطایی، به یک ایرادی توی اون ازدواج خواهیم رسید.
ممکنم هست که بعد از 1 سال نامزدی به دلایل مختلفی فوتی اتفاق میفته، نمیدونم پولی جور نمیشه، این اتفاق نمیفته، اون اتفاق نمیفته، ممکنه چند ماه دیگه هم طول بکشه. بله. ولی بیشتر از 1 سال اگر در شرایط عادی باشیم مطمئناً یک اتفاق بدی خواهد افتاد. یعنی یه چیزی پیدا میشه که اگه آدم نتونه توی 1 سال تصمیمش رو بگیره، بعد از اون هم نمیتونه تصمیمش رو مطمئناً بگیره. شما میفرمایید که نه زیر 6 ماه باشه نه بالای 1 سال باشه، اما این زمانی هست که دختر و پسر اجازه دارن اگر نظرشون تغییر کرد اعلام بکنن و قطعا میتونن این کارو بکنن. بله میتونن. یعنی این زمان اصلا به همین دلیل گذاشته دقیقاً به همین خاطر گذاشته شده. ببینید اینقدر میزان طلاق‌های ما بعد از عقد، یه زمانی بود که وقتی میومدن خواستگاری میگفتن خب فردا بریم عقد بکنیم. اینقدر میزان طلاق‌ها دخترای معصوم، پسرای معصومی که میومدن و بعد میدیدن که اصلا به درد هم نمیخورن، یه مشکلاتی تو خانواده‌هاشون وجود داره، اصلا طلاق میگرفتن. بعد دختر خانم 20 و چند ساله یا آقا پسر 20 و چند ساله‌ای که دیگه در واقع روی پیشونیشون مطلقه میخورد. البته چیز بدی نیست که مطلقه، ولی برای اون سن حجم این اتفاق خیلی براشون زیاده. میشد که اصلا جلوی این رو گرفت. یعنی اگر اون روندی که شما فرمودید، یعنی نه ارتباط جسمی شکل بگیره، نه ارتباط خلقی و عاطفی، یعنی مراقب باشن. درسته که حالا ممکنه الان اعتراض بکنن مگه میشه 2 تا آدم به هم دل میبندن، ولی این رو باید مراقب باشن که به قول بزرگترها خیلی تخت گاز نرن که عاشق بشن و دیگه نتونن جلوشو بگیرن. دقیقاً یکی از مهمترین وظایفی که دور نامزدی داریم تیک زدنه. عزیزم تیک بزنید. یعنی شما لیستی نه اینکه اون لیست رو بذاریم جلومون، تیک منظورتون این بود یه لیست داشته باشیم که تیک بزنیم. ایشون مثلا توی، حالا بهتون میگم چه کارهایی باید بکنیم دور نامزدی. ایشون اصلا مثلا مدل غذا خوردنش، مدل خانواده‌اش، برای همین میگیم تو دل خانواده‌اش دور نامزدی زیاد برید و بیایید. برید تو دل خانواده‌اش، بشینید اونجا ساعت‌ها همینجوری بشینید با هم دیگه تلویزیون نگاه کنید، غذا بخورید. رفت آمد به این خاطر شما مجوز دارید برای که بروید در خانه خانوم و در خانه آقا بروید، مجوز دارید که خانواده‌اش رو ببینید. چه زمانی بهتر از این که پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش رو توی یه زمانی با هم دیگه ببینیم؟ چه زمانی بهتر از این که مجوز این کار برامون صادر شده؟ شما اجازه دارید که بروید به خانه طرف و این اتفاق براتون بیفته که ببینید همه این فامیل یک جا، چون بعدا میخواید با این خانواده رفت و آمد بکنید. اونجا اجازه ندارید بگید که چرا بابات اینو گفت، چرا مامانتون کارو کرد، چرا خواهرت اونجوری شد. شما اینجا فقط میتوانید تیک بزنید، بگید که خب این باباش اینجوریش، تیک. یعنی من میتونم انتخاب بکنم یا انتخاب نکنم. این همون جاییه که دقیقاً مادر بزرگای قدیمی، اینها علامت گذاریای مهمه. دقیقاً همون جاییه که مادر بزرگای قدیمی و پدر بزرگای قدیمی میگفتن که چشاتو باز کن، بعد عقد چشاتو ببند. ببینید یه کوتاه در مورد عقد بگم عزیزم. عقد یعنی زمانی که شما به محض اینکه عقد قانونی شرعی را خواندید، شما باید برید وسایل و مایحتاج رو جمع کنید که برید سر زندگیتون. این نیست که شما برید عقد بکنید بعد 2 سالم تو عقد حالا باشید. تازه همدیگه رو بشناسید. تای 3 ماه 2 ماه. یعنی شما زمانی عقد میکنید بعدش میگی که خب حالا بریم خونه بگیریم. یعنی کار تمام شده است، انتخابتون رو در دور نامزدی کردین. اگه ما میگیم ازدواج آسان، منظور از ازدواج آسان در تشریفاته که خدا رو شکر در کرونا این اتفاق کمابیش افتاده. یعنی ازدواج صورت میگیره فامیل، اما ازدواج آسان در انتخاب نه. در انتخاب سختگیرانه باید رفتار بکنیم. زیر 6 ماه اگر شما وارد یک عقد شدید، مطمئن باشید که یه اتفاقاتی براتون خواهد افتاد. یعنی پشیمان خواهید شد. یعنی چی شما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، 2 بارم ما طرف بیرون نرفتی، 3 ماه هنوز اتفاق نیفتاده؟ حتما میبایستی چک و تیکاتون رو با یک متخصص چک بکنید. کوچکترین چیزا رو هم از کوچکترین نشانه ها رو هم رد نکنید. اصلا چه اشکالی داره؟ این نشانه ها خیلی مهمه. این نشانه هایی که اتفاقا در دوره نامزدی، چون میخوایم بدونیم چه نشانه هایی رو باید بهش توجه کرد، جدی گرفت و اگر هشداری بود این هشدار رو ازش رد نشد. بعد میرسیم در بخش بعد گفتگومون به این هایی که حالا به هر دلیلی میبینن نه، چیزی که میخواستن این نبوده. حالا به صورت البته منطقی، چون قبل از برنامه هم من با آقای دکتر نامور صحبت می‌کردم، بعضی ها این عادت شده براشون. هی میرن خواستگاری و یه چند ماه با یه دختر خانومی ارتباط دارن و تو خانواده و مهمونی و این ور اون ور، بعد میگن نه این به درد نمیخوره، میریم سراغ بعدی. خب تنوع داره، خوش میگذره، میریم این ور اون ور. که واقعا از نظر اخلاقی این کاملا رد شده است. ما منظورمون اینه که اگر همه چیز در شرایط سالم داره اتفاق میفته، اما شما دیدید که این آدم شما نیست، بعدن میگیم که حالا چطور باید چه فرایندی اعلام بکنید که من به نتیجه دلخواه نرسیدم. اگر
اصلا آمادگی ازدواج نداریم یا خانواده ها فکر میکنن که فرزندشون آمادگی ازدواج نداره، این بازی رفتن به خواستگاری و فلان و اینها کاملا میشه رفتار غیر اخلاقی که گاهی وقتا خود پسر یا خود دختر مسئولش نیستن، خانواده مسئولشه. زودتر از موعد میخواد بره یه کاری انجام بده، نمیدونه که این پسر اصلا آمادگی ازدواج نداره، برای همین شروع میشه به شو دیگه. یعنی هم میرن این طرف اون طرف، یه خانم میاد دوباره 2 ماه 3 ماه تو زندگیش بعد میگه این از اینا نمیخوام، از اونا میخوام، از اونا نمیخوام، از اینا میخوام. خب آقای دکتر نامور، اون علائم هشدار دهنده جدی کدوم ها هستن؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید دو تا اتفاق مهم پیش درآمد وجود داره، 2 تا اتفاق مهم در خود مسئله ازدواج. پیش درآمد 2 تا موضوع مهمه. یک، اصلا خوشتون بیاد از اون آدمه، یعنی احساس خوبی داشته باشید بهش بدون شناخت. همین که اون آدم رو نگاه میکنید، از ظاهرش، سکناتش، نشستش، برخاستش شما خوشتون اومده، این میشه یک. پس یعنی دلتون گیر کرده پیش این آدم، نه به لحاظ عاطفی درگیر، یعنی عاشقانه دوستش داشته باشید و دیگه نتونید ازش دل بکنید. اون آنه اتفاق دقیقاً آن. 2 که خیلی هم مهمه، این که همهوش باشید. همهوش بودن یعنی تو همین گفتمانی که در اتفاق میفته، مثلا شما خوب هستید، اون چند دقیقه‌ای هم که شما توی اتاق میتونید با خانم تو مراسم خواستگاری صحبت بکنید، اجازه رو دارید، یا بعضی جاها مثلا تو دانشگاه این اتفاق میفته که صحبت میکنه، آدم متوجه میشه که این خانمه یا این آقاه همهوشش هست یا یه جای گیره، هوشش پایین‌تره یا هوشش خیلی بالاتره. این همهوش بودن میشه جزء پیش درآمدمون. 2 تا موضوع مهم بعد از نامزدی در واقع رخ میده، یعنی در حین نامزدی رخ میده. یک، خرده رفتارها که در واقع ریز رفتارهایی که صرفا با نشست و برخاست اتفاق میفته. حتما باهاش رستوران، حتما رفتارشو پشت فرمون ماشین ببینید ازش. خیلی اینا مهمه که ببینیم که این آدم چجوری، حتما ارتباطشو با دوستانش ببینیم و رصد بکنیم، ببینیم با دوستانش چجوری نشست و برخاست میکنه، چجوری ادبیاتش با دوستانش چجوریه و خیلی موارد دیگه. دوم و خیلی مهم، عوامل مشترک یا حوزه‌های مشترکی که ما با این آدم داریم که این صرفا با گفتگو اصلا روشن میشه، بدون گفتگو اصلا امکان پذیر نیست. الان کجایی؟ چرا به من زنگ نزدی؟ ما الان 2 هفته است نام زدیم، چرا مسخره منو کردی؟ چرا؟ اینا میشه بازی نامزدی. این بازی‌ها رو من منظورم نیست. وقتی در مورد حوزه‌های مشترک صحبت می‌کنم و چک و تیک صحبت می‌کنم، منظورم این نیست که بگیم که شما ببخشید خونه دارید، این چک، این تیک، دوباره واسه میگم که شما حقوقتون ماهی چنده، این تیک. اینا مسائلی که عموماً به خانواده‌ها بیشتر مربوطه تا خود شخص. چیزایی که شما باید چک و تیک بکنید، اون روحیاتیه که با شما قرار این آدم همسر بشه. یعنی سرتون رو بزنین روی بالش، بخوابید بلند شید و برای 40 سال 30 سال 50 سال تا زمانی که در واقع دیگه توی دنیا نباشی. به همین خاطر این چکوتیکا مهمتر از اینه که بگیم ماشین داری، خونه داری، اینو داری، اونو داری، منظورتون مطمئنا اینم نیستش که از چه رنگی خوشت میاد. قطعا همینطوره. این چه رنگی، این یه بازیایی هم توی چند وقت اخیر دوست داری. دقیقاً از نظر روانشناسی ببینیم که ما یک موسیقی رو دوست داریم، یه رنگو دوست داریم، اینا هم نیست. وای استاد فاجعه است. یه چیزی بهتون میگم، تو برنامه تلویزیونی متاسفانه باب شده که اینجا اتفاقا اختلافات خانوادگی میندازه. یعنی با خودش میگه آقا من همسرمو دوست دارم، اونم همه چی اوکیه، بعد میگه که تو از چه مثلا خورشی خوشت میاد؟ اصلا براش اهمیت در اولویت 10,000م قرار داره. من میگم از چه خورشی خوشش میاد؟ اگه یه نفر بدونه من از چه خورشی خوشم میاد، از چه رنگی خوشم میاد، دیگه عاشق منه. یعنی واقعا منو کامل درک کرده. و اگر نمیدونید اون وقت دیگه این هیچ به درد زندگی نمیخوره. اینا اتفاقا دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی. اینا موارد حاشیه ساز زندگیه، نه موارد اصل. حالا یکی میدونه، باری کلا که میدونه، حالا یکی نمیدونه، هیچ اشکال نداره، عزیزم نمیدونه. بیشتر عوامل و حوزه‌های مشترک اهمیتش بیشتره که این حوزه‌های مشترک یعنی در واقع در چه فضاهایی شما بیشتر لذت میبرید. نه اینکه شما رنگ، حالا صبح تا شب من نگاه میکنم میبینم که رنگی که همسرم دلش میخواد کدوم رنگ بوده، سبز یشمی بوده یا مثلا سرمه‌ای نمیدونم فلان. اینا در واقع در حاشیه قرار میگیره. ما درباره این نشانه ها باز هم اگر اجازه بدید در بخش بعد صحبت بکنیم. فرمایش دکتر نامور رو تا همینجا بهش فکر بکنید و اگر شما هم نظری دارید لطفاً با ما در میون بگذارید و پرسش ما رو هم اگر مایل بودید پاسخ بدید که اگر به هر دلیلی فردی در زمان نامزدی احساس کرد که دیگه نمیخواد این رابطه رو ادامه بده باید چی کار بکنه و آیا شما دیدید آدم‌هایی رو که یهویی غیب میشن و از رابطه یک باره جدا میکنن خودشون رو؟ شما در مواجهه با این آدم‌ها چه کردید؟ اگر تجربه دارید با ما در میون بذارید.